ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум гуфтори 113. طاهر ابن حسین در طول 7 سال در شهر قدیمه بغداد که از طرف خلیفه دوم عباسیان ابو جعفر منصور 754-775 آباد و نوسازی و تجدید گردیده و پایتخت نوی خلافت تبدیل یافته بود، سبقهای زیاد آموخت. او در این شهری پرهنگامه و مخالفت‌های درباری، رقابت‌های خانوادگی، خصومت و خبرچینی‌های ریاکارانه و جهانی پرماجرای خاندان عباسیان که دیرتر در کتابی 1001 شب تصویر یافته است آشنا شده پی برد که اهل دربار و مقربان خلیفه به هر گونه کرداری ناروا و عملهای زیشت قادرند. قصه های بغدادی 1001 شب که بیشتر هنگامه های دوران خلیفه های عباسی به خصوص هارون الرشید و وزیران او برمکیان را با مکر و دسیسه خواجه سرایان و اهل دربار فرا می گیرد، آینه است که هنگامه های پر اختلاف و مرکب دوران خلیفه های عباسی را با رنگ و باری اضافی انعکاس کرده است. طاهر ابن حسین زیرک و دوراندیش شاید در شهری پرهنگامه بغداد و مرز و بوم شام و دیگر نواحی دوردست منطقه از تقدیری ناسازگاری ابو مسلم خراسانی، فاجعه خاندان برمکیان و سهلیان گشته و برگشته می اندیشید و احساس می کرد که نوبتی او هم در این گیرودارهای مکارانه خلافتهای عهد شکن چندان دور نیست. او هنگام خلافت مأمون در مسند واریگی الجزیره، حاجبی شهر بغداد و سرور مالیات سواد عراق با عنوان ذوالیمینین، یعنی با هر دو دست جنگنده، شهرت می یابد. موافق معلومات تاریخی طبری، اداره نظام دولتداری و امور حربی خلافت پره به اختیار طاهر ابن حسین و حامی او فضل ابن سهل می گذرد که این باعث نگرانی و هراس خلیفه مأمون از افزودن قدرت ایرانی تباران می گردد. گذشته از این رقابت آشکار و نهان میان طاهر ابن حسین و قایم مقام نوی عراق حسن ابن سهل بالا گرفته خلیفه مأمون را وادار می سازد که برای آرامی اوضاع بغداد و سرنزدن خونریزی طاهر ابن حسین صاحب نفوذ را مدت برکنار نماید. شاید از همین خاطر خلیفه مأمون با بهانه سرکوب کردن آشوبی رقه و جاری کردن ترتیبات در موصل او را از مرکز خلافت دور کرده به سمت شام و کشورهای غربی خلافت می فرستد. طاهر ابن حسین بعد سرکوب ساختن نصر ابن شبس عقیلی و آرام نمودن اوضاع سیاسی شام از تقدیر پرفاجعه نمایندگان خاندان برمکیان و سهلیان سبق اندوخته راه و وسیله های مناسب را می جوید تا که امارت خراسان را به دست آورد. مطابق نگارش تاریخ بیهقی، بار طاهر ابن حسین در مجلس خلیفه مأمون
به شراب خوردن مشغول بود که یک باره در چشمان خلیفه اشکی ندامت پدید آمد. طاهر ابن حسین از تغییر حالت خلیفه حیران شده پرسید که سبب این گریه نابهنگام چیست؟ مأمون فرمود: از برای امری می گریم که اظهار آن مستلزمی مذلت و خواری است و اخفای آن مقارنی غم و بیماری و هیچ کس بی اندوه نیست. به دل طاهر ابن حسین خواطری راه یافت و خادم خاصه خلیفه را 200,000 درهم داده وادار نمود که سبب گریه او را دریابد. خادم خاصه مأمون در نشست دیگری شراب نوشی سبب گریه او را در حضور طاهر ابن حسین پرسید. خلیفه مأمون او را به افشا نکردنی راز سوگند داد و تأکید نمود که در عکس حال جزای قتل می گیرد و سبب گریه‌اش را چنین اظهار نمود: همین که چشم من به طاهر می افتد، احوال برادرم محمد امین و کشته شدن او بدان ذل و هوان به خاطرم می رسد، خود را نگاه نتوانم داشت. طاهر ابن حسین از این حال آگاه شده به نزد یکی از مقربان خلیفه ابی خالد وزیر رفته التماس نمود که او را به حدود ولایت دیگر فرستد تا از کینه نهانی مأمون ایمن ماند. چون فرصت مناسب در رسید، ابی خالد وزیر در حضور مأمون از ناامنی ملک خراسان و نزدیک آمدن لشکری ترک سخن گشاد و عرض کرد که واری آن غسان از عهده سرکوب ساختن دشمن و آرام کردن ملک نمی براید. خلیفه مأمون مصلحت پرسید که چی تدبیر اندیشیم؟ وزیر گفت: طاهر ابن حسین را به ایالت آن مملکت باید فرستاد. مأمون فرمود که بر وی اعتماد آن نیست که مخالفت نکند. احمد گفت: هرچی از وی صادر شود من ضامینم. مأمون رضا داده او را مأمور ولایات شرقی خلافت و اقصای خراسان تا بغداد کرد و 10 میلیون درهم برای مخارج او داد و او در 29 ذوالقعده سال 205 7 می سال 821 به سوی خراسان را مستحکم نموده به مستقلانه اداره کردن ملک پرداخت. طاهر ابن حسین توانست که در مدت خیلی کوتاه پیروانی به آریت ابو مسلم خراسانی و جانبداران خانواده های برمکیان و سهلیان را در اطرافش گرد آورده عملاً خراسان را براه و رویش دولت مستقل هدایت نماید. او سال 822 فرمان داد که در نماز جمعه هنگام ادای خطبه نام خلیفه مأمون به زبان آوردن نشود و به جای او نام امیر خراسان یعنی طاهر ابن حسین ذکر گردد. این عملی جسورانه چنین معنا داشت که طاهر ابن حسین استقلالیت خراسان را اعلام کرده رابطه را از خلافت می کند و عملاً دولتداری مستقلانه نیاگان ما تاجیکان را
بنیاد می‌گذارد. همین طریق تقریباً بعد 200 سال هجرت رسول اکرم به مدینه و ظهور دین اسلام، پس از 65 سال ناجوان مردانه کشته شدن ابو مسلم خراسانی، 12 ساله ناپره سرکوب شدن خاندان برمکیان و یک چند سالی برکنار ساختن سهلیان در خراسان و ماوراءالنهر، با هدایت طاهر ابن حسین دولتداری به اصطلاح مستقلی ایرانیان و تاجیکان احیا گردید و خشت‌های نخستین این دولتداری گذاشته شد. طاهر ابن حسین که در طی قریب 15 سال قرابت و همنشینی ها با مأمون و سپس معتصم دسیسه و ساختکاری های خلیفه های عباسی را خوب آموخته و از تقدیر مدهش جعفری برمکی و فضل ابن سهل خلاصه ها برداشته بود، سال 821 مرز و بوم خراسان و ماوراءالنهر را با شهرهای ری، اصفهان، کرمان، نیشاپور، هرات، توس، بوشنج، سرخس، نیسا، مرو، خوارزم، بخارا، تخارستان و ختلان، وخش و قبادیان، کابل و سمنگان، کیش و نخشب، استرابشن و چاچ تا سرحدهای بدخشان و تیبت متحد ساخته مستقلیت خراسان را اعلان کرد و در نماز جمعه نام خلیفه را از خطبه بیرون انداخت. این عملی جسورانه و جوانمردانه طاهر ابن حسین را کلی مؤرخان ابتدای دولتداری مستقلانه ایرانیان و احیای استقلالیت آنها می شمارند که از سال 821 شروع شده است. همین طریق طاهر ابن حسین بعد اصطلاح عرب نخستین شده استقلالیت ملی خراسان و ماوراءالنهر را اعلان کرده به اداره مستقلانه قلمرو زیر دستش شروع نمود. موافق معلومات تاریخ نگاران، از اعلام استقلالیت فرصتی زیادی نگذشته سال 822 طاهر ابن حسین بعد بیماری کوتاه مدت در عین کمالات عمر از عالم چشم پوشید. بعضی مورخان حدس میزنند که گویا طاهر ابن حسین را جاسوسانی مخفی و شخصانی صادق خلیفه در نیشاپور بعد گستاخانه برانگیختن نام مأمون از خطبه به طور نهانی زهر داده کشته باشند. در این خصوص میرخان می نویسد: کلثوم ابن ثابت گوید که من در ایام خلافت مأمون صاحب برید خراسان بودم. در جمعه از جمعات طاهر به منبر رفته خطبه خواند و به عوض دعای خلیفه این کلمات بر زبان راند که اللهم اصلح امت محمد بما اصلحت باولیایک و اکیفها شرطا بغا علیها و حسد بهم اشعث و حقن دماین و اصلاح ذات البین. ترجمه: خدایا به اصلاح آر امت محمد را، به آنچه که به اصلاح آوردی دوستان خود را، نگاه دار او را از دشمنی، حسد و خونریزی که به او فرود آمد، به اصلاحی که مابین است. با خود گفتم که اول کسی که در این قضیه کشته شود من خواهم بود. چی این خبر نهان نتوانم داشت. و در خانه غسل کرده کفن حاضر ساختم و صورت را بی زیاده و نقصان در قلم آورده به بغداد فرستادم. و روز دیگر قبل از طلوع آفتاب
به سرای امارت کسی به طلب من آمده. من کلمه شهادت بر زبان گذرانیده روان شدم. چون بدان جا رسیدم، طلحه ابن طاهر از دارالامارت بیرون آمده گفت: واقعه دیروز را نوشتی؟ گفتم: بلی. گفت: امروز خبری مرگ طاهر را بنویس. من بازگشته و صورت قضیه را قلمی کرده به بغداد فرستادم. طاهر ابن حسین سیاستمداری دوراندیش و زیرک، لشکرکشی جسور و قوی اراده، ابرمردی عدالت پیشه و آبادگر و فدایی وطن پرور و فرهنگ دوست بوده، در رسالت دولت و دولتداری چندین دستور و سندهای بی‌نظیر ایجاد کرده است که یکی از آنها نامه مشهور طاهر به پسرش عبدالله می باشد. این دستوری بی سابقه دولتداری و امور اداری کشور را طاهر ابن حسین هنگامی والی الجزیره، سواد و مصر تعیین شدنی عبدالله جوان فرستاده بود که دیرتر از روی مضمون و ماهیت اصول سیاستداری و رسالت دولتداری در پایه آن سیاستنامه نظام الملک نگاشته شد. نامه طاهر ابن حسین به پسرش عبدالله در تدبیر و رای کشورداری، تحکیم فضای سیاسی و سامان ملک، حفظ عدالت و رعیت، بر جای داشتن عدل و انصاف و اطاعت به خدا و رسول از مکمل ترین رساله دولتداری در عهد خلافت عباسیان می باشد. موافق معلومات تاریخ طبری، چون آوازه نامه طاهر به پسرش عبدالله به اهل دربار و دبیران و وزیران معلوم شد، همه به ذکاوت و فراست و حسن تدبیر و دوراندیشی او احسنت می گفتند. دیری نگذشته خبری این نامه به خلیفه مأمون رسید و او درخواست نمود که متن نامه را برایش بخوانند. خلیفه مأمون از رسالت بلند و مضمون و محتوای این نامه در سیاست دولتداری به حیرت افتاده، طاهر ابن حسین را تحسین خواند و امر داد که این نامه را رونویس کرده به همه عاملان نواحی خلافت چون دستور مکمل کارداری و اداره ملک فرستند. رسالت سیاسی، ماهیت معنوی و قدرت راهنمایی این نامه تا اندازه مهم و مکمل است که امروز نیز می تواند چون دستوری مشخص و بی قرینه دولتداری برای دولت مردان و سیاست مداران زمان ما خدمت نماید. از همین خاطر به پررگی آوردن این نامه را صلاح می دانیم تا که اهل نظر و سیاست و دولتداری از نخستین دستور مکمل دولتداری تاجیکان آگاه باشند و بدانند که محض مؤلف این نامه طاهر ابن حسین استقلالیت کشور و دولتداری ملی ما را بنیاد گذاشته است. نامه طاهر به پسرش عبدالله. از ترس خدای یگانه بی انباز و بیم او و رعایت وی و دوری از خشم وی و حفظ رعیت خیش غافل مباش.
سلامتی را که خدایت داده به تذکاری میعاد و آن چیزها که سوی آن می روی و به سبب آن می دارندت و از آن می پرسند قرین کن و درباره آن چنان کار کن که خدایت به روزی رستاخیز از عذاب و عقاب الم‌انگیز خویش نجات دهد که خدای به تو نیکی کرده و رأفت با بندگان خویش را که کارشان سپرده به توست بر تو واجب کرده و عدالت با بندگان و اجرای حق و حدود خویش را میان آنها و دفاع از ایشان و حریمشان و بقایشان و حفظ خونهایشان و امنیت راهشان و تأمین رفاه معاششان را لازم شمرده. درباره چیزها که در این باب بر تو فرض کرده مؤاخذت می کند و می داردد و پرسیش می کند و بر اعمال آینده و گذشته در این باب ثوابت می دهد. اندیشه و عقل و بصیرت و تأمل خویش را خاصی این کار کن که هیچ چیز تو را به غفلت از آن وان ندارد و از آن مشغول ندارد که سری کار و مقیاسی اعتبارت و نخستین چیزی که خدایت وسیله آن به هدایت خویش می رساند همین است. می باید نخستین چیزی که خویشتن را بدان وامی داری و کارهای خویش را بدان منصور می داری مواظبت نمازهای پنجگانه باشد که با مردم ناحیه خویش به جماعت کنی و در اوقات نماز مطابق سنتهای آن از اکمال وضو و آغاز از یاد خدا و قرائت آرام و انجام رکوع و سجود و تشهد عمل کنی و در کار آن برای پروردگار نیت درست داشته باشی. جماعتی را که همراهی تو و زیر تسلطی تو اند به نماز ترغیب کن و به انجام آن وادار کن که نماز چنان که خدای فرموده به نیکی فرمان می کند و از منکر منع می کند. از پی این و سنت پیامبر خدای صلی الله علیه و سلم پابند باش و پیروی خلقیات آن و از آن آثار گذشتگان پارسا که پس از وی بوده اند سر مپیچ و چون کاری بر تو رخ داد درباره آن از خیرجویی و ترس خدا و پایبندی بدان چی خدای در کتاب خویش نازل کرده از امر و نهی و حلال و حرام کمک جوی و نیز از پیروی آنچه در حدیث از پیامبر آمده صلی الله علیه و سلم. آنگاه درباره حادثه حقی را که خدای بر تو دارد به پای دار. از عدالت درباره آنچه پسند یا ناپسندی توست و درباره مردم و خویش و بیگانه ملالت نیار. فقه و فقیهان و دین و حاملان دین و کتاب خدا و آنها را که بدان عمل می کنند برگزین که بهترین زینت مردی فقاهت در دین خداست و طلب آن و ترویج آن و معرفت آن قسمت از فقه که مایه تقرب خدا می شود که فقه رهنمای همه نیکی هاست و آمیر آن و منع کننده از همه معاصی و بدی هاست
و به وسیله آن با توفیق خدای بندگان را معرفت خدای فزونی می‌گیرد و به هنگام میعاد مراتبی والا به دست می آید. به علاوه اینکه نمایان شدن آن به نزد مردمان موجب وقر کاری تو و الفت با تو و اعتماد به عدالتت می شود. در همه کارها میان رو باش که چیزی سودمندتر و ایمنی بخشتر و برتر از میان روی نیست. میان روی موجب رشاد است و رشاد نشانی توفیق است و توفیق طریق نیک روزی است. قوام دین و سنت های هدایت بخش به میان روی است. آن را در همه کاری دنیای خیش مرجح بدار. در طلب آخرت و ثواب و اعمال نیک و سنن متبع و آثار رشاد کوتاهی میار که نیکی و فزون طلبی آن را اگر به خاطر خدای و رضای وی و همدمی با دوستان خدای در خانه کرامت وی باشد نهایت نیست. بدان که میان روی در کار دنیا موجب عزت است و محفوظ ماندن از گناهان که برای خیشتن و یارانت و سامان دادن کارهایت حصاری بهتر از آن نداری. به میان روی پرداز و از آن هدایت جوی که کارهایت به کمال رود و نیرویت بیفزاید و خواص و غیر خواصت به صلاح آیند. به خدای عز و جل خوشگمان باش تا رعیت به استقامت آید. در همه کارها به سوی وی وسیلت جوی تا نعمتت بپاید. هیچ کس را از عملی که بدو می سپاری از آن پیش که کاری وی را معلوم داری به تهمت برمدار که تهمت زدن به بیگناهان و بدگمانی نسبت به آنها گناه است. رویه تو خوشگمانی با یاران باشد و بدگمانی نسبت به آنها را از خیشتن دور کن و بر آنها مپسند تا خدایت به کاری برآوردن و پروریدنشان یاری کند و دشمنی خدای شیطان در کاری تو رخنه نجوید که شیطان به اندک وحن تو چندان غم از بدگمانی بر تو بار می کند که لذت زندگانی را بر تو تیره می کند. شنوندگان گرامی، شما گفتار 113 هم را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.